بار به قلبی که خدا به شما داده است نگرید. در یک دقیقه 72 بار می تپد. 100,000 بار در یک شبانه روز. 3,600,000 بار در یک سال. آن 2,000 گالن خون را با واسطه 60,000 میل رگهای خونگذر انتقال می دهد. کی فرمان می دهد این دل را که به یگان نیروی حرکت می کند، به یگان بطره و یا قوه برقیه؟ الله یگانه، الله بزرگ. دانشمندان و طبیبان ساحه قلب می گویند که دل به اندازه قوی است که می تواند ماشین بارکش را که با سرعت 20 میل در یک ساعت حرکت می کند بکشاند. کی می تواند بعد از این سازنده و آفریدگار آن باشد؟ الله یگانه. اگر ویدیو با شما مقبول شده باشد لایک مانده آبونه شوید تا